מצוות חזקים וברוכים בסיمانات تابا. میبینیم که این آقای اسکایپ هم نتونست جلو شیور ما رو بگیره. با این ناز اومدنش که دیگه قطع میشه، اتفاقا برنامه تازه بیشتر وصل میشه، ادامه دار، و این قدرت تورا رو میرسونه که هیچ چیزی در برابر لیمود تورا، یادگیری تورا، قدرت نداره، استقامت نداره. مفوسه سلایم تورا کوها رو، صخره‌ها رو در هم میشکنه، هر مانعی رو سر راهش برمی‌داره، همطور که در پای کوه سینای دیدیم و به عزت هشم تا 28 روز دیگه این رو باز خواهیم دید که خداوند با تورا هر گرهی رو سر راه ما باز میکنه، به حدی که حتی موقعی که ما در گالوت مصر بودیم، خداوند به همین زخود اصلا ما رو نجات داد. شلح امی و یعبدونی، گفت بفرست قوم من رو نه برای راحتی خودشون بلکه برای عبادت و بندگی من. شلح امی و یعبدونی، و به زخوت تورا بود که ما از گالوت نجات پیدا کردیم، به حدی که حتی خداوند دنیا رو برای برقراری و یادگیری تورا آفرید. در ذات در پاراشای لخلقا میگه بعد از اینکه خداوند دنیا رو آفرید، با دنیا یه شرط و قراری گذاشت، و اون چی بود؟ الما با دنیا قرار گذاشت، گفت دنیا تا مادامی برقرار و پایداری که تورا میسود پایدار و برقراره. اگر بگذاری تورا و میسود در دنیا پاورجا باشن، تو هم پاورجایی. همینطور هم زندگی ما، همینطور هم خوشبختی ما، آینده ما، نسل ما، فردای ما، موقعی که با تورا همراه باشه، چون تورا ابدیه، اون زندگی، اون خوشبختی، اون رستگاری، اون خانواده و نسلم پابرجا و ابدیه. پس باروخ هشم که باز مجددا با تورا دور هم جمع شدیم، مخصوصا ایگرت هارمبان، نامه‌ای برای ادوار، نصیحت پدرانه هارمبان برای فرزندش و فرزندانش و تلمیدیمش و من و شما. ایگرت هارمبان که از ابتدای بحثمون از پاسوق شلما هم ملخ کمک میگیره. شما بنی موسر آویخا و التیتوش تورت ایمخا، بشنو فرزندم پند و اندرز پدرت را. موسر آویخا، به همین دلیل در این چند هفته که بین پسخ تا شاوود داریم، ما از پرکه آوود، فصول و نصایح پدران هر شبات میخونیم که ما رو برای شاوود متن تورا آماده بکنه، و همین باعث چی میشه؟ التیتوش تورتی میخوا، که از تورای مادر دور نشید. اول موسار، بعد تورا، درخ ارز کادمال تورا. و تمام پند هارمبان به فرزندش و من و شما همینه. اگر میخوای ارتباط تو با خداوند، ارتباط تو با دیگران، ارتباط خداوند با خودت، ارتباط دیگران با خودت رو حفظ بکنی، از یک
خصلت زننده تا اونجایی که میتونی باید دوری بکنی و اون چیه؟ عصبانیت. چرا که انگر، کأس، عصبانیت میاد فرکانس و موج ارتباطی ما رو در خطر میندازه که دیگه نه ما میفهمیم دیگری چی میگه نه دیگری میفهمیم ما چی میگیم. منظورها همه قاطی پاتی میشه، آب گلالود میشه و متاسفانه خاطرات منفی میشه. حتی خداوند نیز موقعی که میخواد میگه به ما رحم میکنه، قبلش میگه ارخپین، اول من خشم ما کنترل میکنم تا رحم و حنون، تا بتونم به شما رحم بکنم. تا این حد عصبانیت شخص روی دیگر اخلاق و صفات و رفتارش و عکس العمل و ریاکشنش تأثیر میگذاره که ارتباطش با دیگران چطور باشه. پس بحث امروز ما ادامه از ایگرت هارمبان که چطور این خصلت و انگر، عصبانیت رو بتونیم در مخصوصا ارتباطات خانوادگیمون، زن و شوهر، والدین و فرزندان، معلم و شاگرد بتونیم حفظ کنیم. و جالب اینجاست معمولا ما سر چه موضوعی عصبانی میشیم؟ موضوعای ساده یا موضوعای جدی؟ به نظر شما ما بیشتر اکثر اوقات سر چه موضوعی عصبانی میشیم؟ ساده یا جدی؟ اینجوری که به نظر میرسه آدم معمولا سر موضوعای جدی عصبانی میشه، نه موضوعای ساده. یعنی اگر میخوایم ببینیم چیزی برای کی چقدر اهمیت داره، ببینیم سر این موضوع چقدر این عصبانی میشه. از خشم و خروش شخص میتونه جدیت و اهمیت موضوع رو شناخت. طبق همین است حاکمین میان به ما گوشزد میکنن که حتی سر هر موضوع جدی هم نمیتونی عصبانی بشی، حتی اینکه برات موجهه، حتی برای اینکه موضوع مهمه، حتی برای اینکه هنوز نمیتونی عصبانی بشی. دیگه چه برسه به موضوعهای ساده، موضوعهای پیش پا افتاده، موضوعهایی که اصلا اهمیت نداره، ارزش نداره و چه بسا ضررش بیشتر از سودشه. موقعی که بچه ها سر اسباب بازی با هم دعوا میکنن و عصبانی میشن، چقدر برای ما مضحکه، چقدر برای ما دیگه این چیه که سرش عصبانی میشه، چیه که سرش ناراحت میشه، چیه که اوقات خودتو تلخ میکنه، چیه که اعصاب منو خورد میکنه. یه اعصاب بازیه دیگه. آیا فکر نمی کنیم که همین دیدگاه خداوند به ما داره؟ موقعی که ما هم سر اسباب بازی های زندگی عصبانی میشیم، خداوند میگه ارزشش داشت که جنگ اعصاب را بندازیم
صرفا به خاطر این مقدار پول، این مقدار احترام، این مقدار غرور، اونم با همون دیدگاه به عصبانیت ما نگاه میکنه، میگه این چه موضوعیه که برای خودت جدیش کردی که تازه سرش عصبانی هم میشی. هر چقدر عصبانیت شخص موجه نباشه، دلیلی که براش عصبانی میشه ساده تر باشه، داره طرز فکر و طرز دیدگاه شخص رو میرسونه که چقدر یک دیدگاه و برداشت بچه‌وار و ساده‌ای تو زندگی داره. اما هر چقدر دلیل عصبانیت شخص موجه تر باشه، اون موقع است که داره دیدگاه و برداشت شخص رو میرسونه که چقدر بالغتره. این که کسی سر بچهش عصبانی میشه که چرا $2 $3 یا 2 تومن 3 تومن یا هر چیزی مقدار پول کمی رو هدر دادی، با کسی که سر بچهش عصبانی میشه که چرا $100 یا 100 تومن یا مقدار پول بیشتری رو هدر دادی، اون عصبانیت، اون ریاکشن، اون عکس العمل موجه تره دیگه. چه برسه اگر شخص عصبانیتش اصلا سر موضوعهای دنیوی و زندگی نباشه، سر موضوعهای معنوی و روحانی باشه، از نظر قدوسیت، از نظر پاکی، که نخواد فقط حواسش به جیب و احترامش باشه و نه به نشاماش. به همین دلیل بعضی از عصبانیت های ما بیشتر جنبه بدآموزی داره، نه جنبه تذکر و توجه و بیداری. چون اون بچه پیش خودش فکر میکنه که سر این موضوع پس من باید اهمیت بدم، چون پدر مادرم سر این موضوع عصبانی میشن، نه سر موضوعای شبات و کشروت و هلاخا و دین و آیین و میسود. پس اونا هر جوری بود جای عصبانیت نداره دیگه، خدا خودش قبول کنه. ولی سر موضوعای مالی و موضوعای مقام و احترام و آبرو و ظاهر، اوناست که آدم باید اهمیت بده، چون پدر مادرم سر این موضوع همیشه عصبانی میشن. در واقع ما خودمون رو با عصبانیتمون لو میدیم که چی برامون اهمیت داره، سر چه چیزی خودمون رو میایم در این تنور عصبانیت، با اینکه میدونیم داغه، با اینکه میدونیم احتمال خطر و سوزش داره، قرار میدیم. چرا؟ چون میگیم ارزششو داره که من با اون هدفم برسم، حرفمو به کرسی بنشونم، قبول بکنه، طرف بفهمه که کارش اشتباهه یا تا چه حد من. این که انسان از عصبانیتش یا به عنوان شمشیر برای حمله به دیگری یا به عنوان تور ماهیگیری برای شکار دیگری استفاده میکنه. در نتیجه عصبانیتی که
شلو لیشما، محضن لله نباشه، نیت پاکی درش نباشه، صرفاً به خاطر غرور انسان باشه، به خاطر نفع شخصی باشه. این عصبانیت در ارتباطات ما میاد یک شکافی وارد میکنه که اون نزدیکی رو از بین میبره و جاشو با کینه و کدورت پر میکنه. همیشه یادمون میمونه که ما سر اون شخص عصبانی شدیم یا اون شخص یادش میمونه که ما با عصبانیت بهش چی گفتیم، چه کار کردیم. چرا؟ چون جنبه لشم شامعیم نداشت، محضن لله نبود، از روی نفع شخصی بود. مثل کسی که میخواد ماشینشو پارک بکنه، یه ذره میره عقب میزنه به پشتی، یه ذره میره جلو میزنه به جلویی. این که فقط خودش قشنگ پارک بکنه، حالا ماشین عقبی و ماشین جلویی زخم شد یا تو رفت یا خراب شد، اون براش مسئله این. نفع شخصی خودش براش مطرحه که چطور ماشینشو پارک بکنه. به همین دلیل متاسفانه افراد فکر میکنن با عصبانیت دارن کاری رو درست میکنن، نمیدونن که دارن کاری رو خراب میکنن. چون در عصبانیت شدته، در عصبانیت قدرته، در عصبانیت تحقیر و توهینه. و با این گونه لوازم یا اسلحه شخص میخواد به جنگ بره، کسی که با شدت، با قدرت و با تحقیر و توهین به جنگ دیگری میره، شدت، قدرت، تحقیر و توهین دیگری رو برمیانگیزه. با موقع است که آتش هیچ موقع ندیدیم آتش رو خاموش بکنه، تازه آتش رو بیشتر میکنه. هر دو عصبانی، هر دو شاخ به شاخ، غرورها مقابل هم، بوم، یک انفجار. در آمریکا بارها بوده 2 نفر تو صف بنزین، پمپ بنزین، با هم یه باره دعواشون میشه که چرا این زودتر از این رفته، چرا اینو معطل کرده. اول با چشقوره، بعد با فحاشی، بعد با یقه هم دیگه رو گرفتن. 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بوم، طرف میبینیم تفنگ در آورده دیگری رو کشت. مگه موضوع چی بود؟ تا این باشه منو معطل نکنه توی پمپ بنزین. همین سر همین موضوع کوچیک ارزشو داشت که دستتو به خون دیگری آلوده بکنی؟ متاسفانه این دستشو به خون دیگری آلوده نکرد، عصبانیت بود که اون رو وسیله قرار داد که خون دیگری ریخته بشه. بعضیا با تفنگ، بعضیا با بی‌آبرویی خون دیگری رو میریزن و دیگری رو خجالت میدن. به همین دلیل هرمبان میگه کسی که معیارهای زندگیش براش سنجیده باشه، کنترل عصبانیتش، کنترل ریاکشنش، کنترل خروشش براش سنجیده میشه و قابل کنترل میشه. چون میتونه
با قدرت فکرش هنوز جلوی قدرت غرورشو بگیره. چون براش خیلی راحت قابل درک و هضم میشه که این موضوع ارزششو نداره که من بخوام خودمو ناراحت بکنم، دیگری رو ناراحت بکنم، ارتباطمو با دیگری از دست بدم، بچم دیگه از من دور بشه یا یک خاطره منفی داشته باشه، زنم، شوهرم، اطرافیانم. حالا اومده دیر اومده، حالا اومده زود اومده، اصلا اومده دعوت نبوده. این که شخص با کنترل عصبانیتش اجازه میده که دیدگاهش تو زندگی خیلی بازتر بشه که سر هر موضوعی نخواد عصبانی بشه و همین منش و وقار و سنگینی شخص رو بالا میبره که شخصی خیلی سنجیده که با هر موضوعی از کوره در نمیره، مگر اینکه واقعا موضوعی باشه خیلی مهم، حساس، که هیچ راه حلی به غیر از عصبانیت یا خروش وجود نداره. پس حتی میبینیم موقعی که خداوندم خواست سر بنی اسرائیل عصبانی بشه برای عگل هزاهاو گناه گوساله پرستی، به موشه ربنا چی گفت؟ هرب میمنی، ولم کن که دیگه این قوم رو مجازات کنم تا بفهمن. موشه ربنا پیش خودش گفت هرب میمنی، ولم کن. خدایا من کی تو رو گرفتم که تو به من میگی ولم کن؟ من چه موقعی مانع عمل و یا اراده تو شدم؟ نکنه خداوند داره به من رمز میرسونه، بیا منو بگیر، بیا یه چیزی بگو که از روی عصبانیت من نخوام این قوم رو مجازات کنم، بلکه از روی تربیت بخوام اونها رو بیدار بکنم. بیا یه چیزی بگو. مشربن فلان شروع میکنه دست به دامن خداوند شدن. خدایا رحم بخشایش تو لطفاً یه بار دیگه به ما نشون بده و این قوم رو ببخش و از گناهشون بگذر. اون موقع بود که خداوند گفت صالحتی که دوارخا، به خاطر کلام تو من بخشیدم. عصبانیت چی شد خدایا؟ من که نگفتم که میخوام عصبانی بشم، که گفتم بیا جلوی عصبانیتمو بگیر. حتی خداوندم عصبانیت رو برای عصبانیت انجام نمیده، فقط برای یک یادآوری و گوشزد برای ما میگه که ببین داری عصبانی میکنی ها. نه اینکه من میخوام عصبانی بشم، اتفاقا نگذار که عصبانی بشم. و هاراب زرگری از قول مسیلت اشاریم و سفر موسار توضیح میدادن که همونطور که ما موقعی که وسعمون نمیرسه، این مثال من میارم بعد توضیح هاراب زرگری و مسیلت اشاریم رو میگم. همونطور که ما وسعمون نمیرسه که فلان لباس گرون قیمت یا مبلمان گرون قیمت یا ساعت گرون قیمت دست بکنیم، میریم یه چیزی بدلشو شبیه اون رو که ارزونتانه میخریم، ولی به نظر میرسه که اون ساعته، اون برنده، اون
لباسه رو برتن کردیم، همینطورم لازم نیست که آدم بخواد عصبانی بشه تا دیگری بیدار بشه. میتونه بدل عصبانیت رو، به ظاهر عصبانی رو که یک حالتی که شکل عصبانی داره رو، شبیه عصبانیت رو در خودش پدید بیاره، نه اینکه واقعا عصبانی بشه. به این میگن پانیم شلکس، صورت عصبانی، نه کلام عصبانی، نه رفتار عصبانی. پانیم شلکس، صورت عصبانی. کسی که عصبانیت فقط براش یک نقاب باشه، نه اینکه واقعا اون شکلیه. خیلی ها نقاب های وحشتناک یا عجیب غریب به صورتشون میزنن که عجیب غریب به نظر برسن، ولی آیا واقعا اینها عجیب غریبن؟ نه، یه نقابه، یه ماسکه. همینطورم عصبانیت اگر جنبه نقاب داشته باشه، با یه صورت جدی بخوایم با دیگری، مخصوصا بچه‌ها، طرف بشیم، یا اینکه بهشون یادآور بشیم ببین داری عصبانی میکنی ها، میدونی که من نمیخوام عصبانی بشم. بگیم به بچه‌ها، بگیم به شوهر، به همسر، به اطرافیان که ببین ارزش این که عصبانی بشیم رو نداره. یعنی بله، عصبانیت یکی از مراحل کاره، ولی نمیخوام به اونجا برسه. فقط به عنوان یک یادآوری، گوش زد. تابلوهای راهنمای رانندگی توی خیابونا چی میگه؟ اینجا پارک نکنید اگر نه جریمه میگیرید. نه اینکه چون دارین تابلو رو میخونی پس باید جریمه بدن. نه، نذار کار به جریمه بکشه. اینجا پارک نکن. از این ساعت تا این ساعت نمیشه، بعد از این ساعت میتونی. اطلاعات، اینفورمیشن، دانش، آگاهی که چه چیزی میتونه، عواقب این موضوع چیه، جریمش چیه، ضررش چیه. همینطورم شخص لازم نیست که عصبانی بشه تا به طرف نشون بده که این کار اشتباهه یا کارت اشتباهه. میتونه بهش آگاهی بده. ببین ارزش عصبانی شدن رو نداره، ارزش دهن به دهن شدن رو نداره، ارزش اوقات تلخی رو نداره. میدونی که عصبانیت بیشتر کار عقب میبره. خودمونو، دیگری رو یادآور بشیم که یه چیزی هست به نام عصبانیت، اما ارزش نداره. سود و زیانش اصلا به هم بالانس و تعادل ندارن. بیش از اونجایی که سود باشه ضرره. درسته کار پیش میره. ببینیم خانم هایی که اینجا سراپوگوش وایسادن جواب این سوال رو چه میدن؟ بالاخره هم قیچی برنده است هم چاقو. به نظر شما فرق بین برش چاقو با قیچی چیه؟ مصرف برش چاقو فرقش با برش قیچی چیه؟ چند براخه روی خطن؟ خب ماشاءالله 8 براخه. بکنم با من 8 براخه هستن. بله بفرمایید. صدا میاد؟ ببخشید من فکر میکنم که قیچی ویژگیش اینه که از هر دو طرف اون شی رو در بر میگیره و میبردش.
یعنی در واقع میگن قیچیش کردنی از هر دو طرف گرفتتش و تحت فشار قرار گذاشته تا اون بریده بشه، ولی چاقو لایه خط میندازه. حالا اگر یه چیزی باشه که زخیم باشه، وقتی با چاقو میخوایم ببریم کم کم آرومتر بریده میشه. خب این سوالشو در واقع از هر دو طرف اون خط ببره. این جوابتون خوب بود، ولی آیا کسی دیدین با اینکه قیچی شما گفتید دو طرف میبره گوشت و با قیچی ببره؟ معمولا گوشت رو با چی میبرن؟ با چاقو. آیا دیدین کسی پارچه رو با چاقو ببره؟ معمولا با قیچی. بفرمایید خانم آنایل. به نظر من با قیچی وقتی کار میکنی دقت بیشتری میتونیم داشته باشیم رو برشمون. خب پس چرا گوشت رو با قیچی نمیبرن؟ البته هست گوشتم، بعضی از قیچی ها برای گوشتم هست، اما مصرف قیچی برای کاغذ و پارچه است، اما مصرف چاقو برای پارچه و کاغذ نیست، بیشتر برای همینطورم. عصبانیت وسیله برش همه چی نیست. کسی که بیاد پارچه رو به جای قیچی از چاقو استفاده بکنه بخواد ببره، میبره. کار خوب شد، عصبانی شدم تا فهمید با کی طرفه و بخواد حواسش رو جمع بکنه، بریدی. ولی به جایی که با قیچی ببری و با نظم و با اندازه و با ظرافت، با چاقو بریدی تیکه تیکه. درست بریدی اما دیگه نظم و ظرافتش از دست داد. کسی که میاد از عصبانیت برای هر کاری استفاده میکنه. هاراوی گالهایموف یه مثال جالبی می آورد. بعضی از شنونده ها یا بینندگان فکر نکنم سنشون یادشون باشه، ولی مطمئنا شنیدن که 70-80 سال پیش، 60-70 حتی 50 سال پیش تلویزیون و رادیوهای ترانزیستوری بود. رادیو و تلویزیون های لامپی بود قبل از اینکه رادیو و تلویزیون های ترانزیستوری بیاد. الان که دیگه دیجیتال و الیدیه، اما 50 60 70 سال پیش اولین تلویزیون ها، رادیوهایی که آمده بود، تلویزیون رادیوهای چی بود؟ لامپی. یه جعبه بزرگ رادیو بود، یه جعبه بزرگ تلویزیون بود. و همیشه هم این خوب کار نمیکرد، چه تلویزیونه چه رادیوه. راه حلش چه بود؟ که حتی افراد خونه دارم لازم نبود مهندس باشن، این تلویزیون یا این رادیو رو مجددا به کار بندازن. راه حلش چه بود؟ کی یادشه یا کی شنیده؟ شما یادتونه؟ براو. یکی میزدن تو این باکسه، تو این جعبه رادیو یا تلویزیون، شروع میکرد مجددا صداش در اومدن کار کردن. خلاصه یا آقای ماشینش یه باره وسط راه تو خیابون خراب میشه، هرچی سعی میکنه استارت بزنه میبینه نه. دوستش میاد میگه چیه وسط راه وایسادی؟ میگه ماشینم هرچی سعی میکنم روشن بشه روشن نمیشه. میگه راه حلشو من دارم، برو کنار. میخوای چیکار بکنی؟ آقا برو کنار، من بلد، من راهش، من تو خونه هم اینجوری رادیو تلویزیون ما روشن میکنم، برو کنار، من راهش بردم، این اصلا قصه ای نداره، برو وایس کنار. خب اوکی. طرف یه باره دستشو آسیناشو میزنه بالا، میبره دستشو بالا، بنگ میزنه روی ماشین. میگه داری چیکار میکنی؟
آقا تو چیکار داری؟ من دارم این ماشین رو راه میندازم. آخه این بنگ زدن تو سر ماشین. پس تو خونه هم منم اینجوری روشن میکنم رادیو تلویزیون ما. میگه اون رادیو تلویزیونه هر چیزی رو که با زور و با فشار و با بنگ و با خشونت و با عصبانیت که نمیتونیم درست بکنه که. متاسفانه کسی که نخواد از اینجا استفاده بکنه میخواد همه چی با زور و خشونت باشه. عصبانیت میشه آچار فرانسش. توی اتوبوس، توی مغازه، توی مدرسه، توی خونه، حتی توی کنیسا، همه جا این آچار فرانسشه. بنگ میخواد همه چیزو با زور و با فشار و عصبانیت و خروش درست بکنه. داری کارو خراب میکنی، ماشین رو خراب کردی هر چقدر زدی روش. درسته نمیدونم سر کار، سر مشتری، سر کارگر، سر صاحب کار، سر دیگران داد میزنی، فکر میکنی کارو درست میکنی، اما نه تو منزل، نه تو خونه، نه با بچه ها، نه با شوهر و همسرت. اون ظرافتی که تو احتیاج داری توی منزل با قیچیه، نه با چاقو. میای زبور محصر فارسی میگن چی؟ میای چشم و ابرو رو درست بکنی، چشم رو چیکار میکنیم؟ کور میکنیم. فکر کردی تاری بچت رو راهنمایی میکنی که بی راه نره یا اشتباه نکنه، داری ارتباطتو با اون قطع میکنی. شاید بتونی با عصبانیت جلوی یکی دوتا اشتباهشو بگیری، اما دیگه گوشش، چشمش، حواسش دیگه بدهکار نیست. و همین باعث چی میشه؟ که متاسفانه 10 تا اشتباه دیگه از همین 2 تا اشتباهی که ما خواستیم فکر کردیم میخوام جلوشو بگیرم، پای سر ما قایمکی دور از چشم پیش میاد. چرا؟ ما فقط ترسوندیمش با عصبانیت، اگر نه هیچ تربیت و آموزش و آگاهی بهش ندادیم. فکر کرد تازه ما از اون بدمون میاد که روش عصبانی شدیم، نه از کارش. کارش درسته، این همیشه منو میخواد جلو دوستام کوچیک بکنه، هی میخواد از من بهانه بگیره. این با مادرم هم اینجوریه، با پدرم هم اینجوریه، با دیگران هم اینجوریه. اصلا فکر میکنه که عصبانیت ما موجه نیست، نه اینکه اشتباه اون درست نیست. همه چی اصلا دیگه جنبه معکوس میگیره. اون حالا به ما عصبانی میشه به جایی که ما بخوایم به اون عصبانی بشیم. چرا؟ چون به جایی که از قیچی استفاده بکنیم از چاقو خواستیم استفاده بکنیم. پس بیاید به عزت هشم درس امروز عصبانیت رو، ایگرت هارنبان رو، مخصوصا در تربیت فرزندان، در شالوم بیت، در ارتباطمون توی خانواده این رو آویزه گوشمون بکنیم. پانیم شلکست. عصبانیت رو میتونی یکی از راه حل ها عنوان بکنی، اما نه اینکه واقعا عصبانی بشی. ببین بیا دوستانه موضوع رو برطرف بکنیم، حل بکنیم دیگه. نه عصبانیت تو نه عصبانیت من کاری درست میکنه. میتونی عنوان بکنی که آقا عصبانیت هم یکی از راه حل هاست، اما نمیخوایم به اونجا برسه. هشم کمک کنه که همینا رو بتونیم به خوبی اجرا بکنیم. تسکل میسواد. امید که این سیستم یا برنامه جدیدی که راه حلی که بعد از اسکایپ پیش گرفتیم به خوبی ادامه دار باشه و دیگران هم براشون میسر باشه که بتونن شرکت بکنن. و اگرم پیشنهادی یا
نظریه کسی در این مورد داره میتونه عنوان بکنه. برای هشم لعولم آمین و آمین. ممنون کلاس، به وقتی برامون گذاشتین.